سلام به همه. به قسمت دوم برنامه سیبزون خوش اومدین. اول از همه مرسی که انقدر حمایت کردین و استقبال کردین از این برنامه. خیلی خوشحالم کلا. و امروز میخوایم راجع به یه قضیه صحبت کنیم که خودم حقیقتا خیلی برام جذابه این چیزا، حالا تو این کاتگوری. و چون که برای یکی نزدیکان خودم پیش اومده بود و گفتم که یه تحقیقی بکنم ببینم که چه جوری بوده کلا تجربه‌های مشابه برای کسای دیگه و قرار مو به تنتون سیخ بکنم، ولی گفتم که با هم راجبش حرف بزنیم و با شما هم شریک بشم اینو. امروز میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که افرادی که تجربه‌های نزدیک به مرگ داشتن، یعنی تقریباً مردن و برگشتن به این دنیا. رفتم یه سری تحقیقات انجام دادم و تقریبا همشون یه سری تجربه‌های مشابه داشتن و کلاً یه چیزی هست مثلا NDE که مخفف Near Death Experience، که اونایی که حالا تجربه‌های مثل عمل‌های جراحی و جراحی مغز و قلب و این چیزا داشتن، یه سری چیزای مشابه با هم دیگه داشتن. گفتم که حالا داستانش هم نوشتم براتون میخونیم الان با هم دیگه. نظراتتون رو حتما تو کامنت ها بنویسین، بریم ببینیم چه جوری موضوع، چه تجربه هایی بوده. آدمایی که تو تصادف، عملهای جراحی و حالا تجربه های اینجوری تقریبا تو یه مقطع زمانی خیلی کوتاه یا شاید هم بلند تجربه مثل مرگ داشتن و چیزایی هم که تعریف کردن این بوده که وارد تونل‌های خیلی پرنوری میشن. دیدن اطراف بوده، آرامش خیلی عجیبی داشتن که همه اینا رو مثلا تو یه تحقیق به اسم اویر که از سال 2008 تا سال 2012 انجام شده، تجربه های این آدم ها رو جمع کردن و تو قالب یه داستان تقریبا آوردن. حالا امیدوارم شما تجربهش نکرده باشین. و اینکه من براتون میخونم به سری داستاناشو ببینیم که نظر شما هم چیه. مثلا اول یه شخصی مثل پم رینولدز بوده، یه زن امریکایی بوده که تو فینیکس آریزونا زندگی میکرده. یه آنوریسم خیلی خطرناک مغزی داشته که باید تحت عمل جراحی قرار میگرفته. مجبور بودن خون رو کامل از مغزش جدا کنن، گردش خون تو مغز رو به صفر برسونن، یکم دما رو بیارن پایین که حتی فعالیت مغزیش هم صفر بوده دیگه، یعنی هیچ فعالیت مغزی نداشته، یعنی برای مدتی مرده بوده. حالا چیزایی که تعریف کرده خیلی شوکه کننده است که گفته بوده که بالا اتاق عمل رو میدیده، یعنی افرادی که اونجا بوده و کارهایی که داشتن میکردن و شخصایی هم که اونجا بودن و همه رو به یاد داشته و حرفاشون هم میشنیده. اینجا گفته که ابزار جراحی با جزئیات توصیف کرده. یه چیزی مثل مسواک برقی دیده که برای بریدن جمجمه‌اش استفاده میکردن. اصلا خیلی عجیب بوده وقتی که مغز هیچ فعالیتی نداشته و چجوری اصلا این چیزو دیده، اصلا چجوری توصیفش کرده. حتی حرف دکترها و پرستاران هم شنیده. خیلی عجیبه. کلا میگفته که وارد یه تونل خیلی پرنوری شده که کلا همه چی براش عجیب بوده، آرامش خیلی عجیبی داشته و عزیزانی هم که فوت کرده بودن رو دیده، یعنی شخصی مثل مادرش و داییش و اینا رو همه رو دیده بوده اونجا و ارتباط داشته باش، که در آخر عموش هم دیده که عموی فوت شدهش بهش میگه که باید برگردی. اصلا بعد این کلا یهو روحش وارد بدنش شده و چیزی که توصیف کرده گفته عموم گفته بود و برگردی، یعنی عموش که فوت شده بوده و کلا من اگه بودم میگفتم نه همونجا خوبه، جای بهتری اونجا. این طرف اصلا خاموش شده بوده دیگه، نمیدونم ولی چه جوری چیزا رو تجربه کرده. یه عموی مرحوم بهش میگفته برگرد، من بودم میگفتم نه همونجا خوبه. و تحقیق اویر که بین سال 2008 تا سال 2012 یه تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر سامپارنیا بوده که روی بیش از 2060 بیمار تحقیق کردن. بیماران لیست قلبی بوده
که تو آمریکا و انگلیس و اتریش کار میکردن این تیم تحقیقاتی. یکی از عجیب ترین کیساش راجع به مردی بوده که بعد نجات گفته موقعی که قلبش ایستاده صدای دکترا رو میشنیده که میگفتن shock the patient، یعنی به شوک بدیم به بیمار. دقیقاً همون لحظه هم دکترا داشتن به شوک میدادن. نکته عجیبه اینه که بازم مغز هیچ فعالیتی نمی‌کرده، فعالیتش صفر بوده و اینکه چه جوری این چیزا یادش مونده خیلی عجیبه و اینا رو توصیف کرده همه رو. و این داستان هم داستان واقعیه، همش ثبت شده است، یعنی میتونید خودتون هم بریم ببینید. یعنی یارو عملاً وسط عمل جراحی مغزش وای فای داشته، نمیدونم، خیلی عجیبه واسم. و اینکه اینم تقریبا همون تجربه ها رو داشته، همون چیزایی رو گفته که حالا تو این تیم تحقیقاتی که بودن روی 2060 بیمار ایست قلبی انجام شده، تقریبا 2 تا کیس همچین تجربه‌های مشابهی داشتن و کلا خیلی عجیب بوده دیگه. حالا نظرتون رو تو کامنت ها بنویسین. و این چیزایی بود که من واقعا رفتم نشستم پاش و دیدم که نه واقعیت داره. من فکر می‌کردم ساخته ذهن الکیه، ولی دیدم که نه، مثل این که واقعیت داشته. داستان سوم ماجرای زن نابینا بوده که تو امریکا بوده اونم، و این آدم مادرزادی نابینا بوده و هیچ چیزی نمیدیده از بچگیش دیگه و به خاطر یه حمله قلبی بیهوش شده بوده. بعد از چند دقیقه که دوباره به زندگی برگشته، داستانی که تعریف کرده هیچ توضیح علمی براش پیدا نکردم و یا میگفتن که داره چرت و پرت میگه، ولی بازم این چیزی بوده که تحقیقاتی روش انجام شده که نشون داده که این واقعیت داشته. و اون گفته که وقتی روحش از بدنش جدا شده، دیده پرستارا دورش جمع شدن، روی قفسه سینه‌اش فشار میدادن. حتی گفت یه خودکار از جیب پرستار افتاده و زیر تخت غلط خورده. وقتی به هوش اومده، با وجود اینکه از کودکی کور بوده، هم محل خودکار رو دقیق گفته و هم قیافه پرستار رو توصیف کرده و وقتی رفتن دیدن کجا عمل شده و پرستار رو این چیزی که توصیف کرده دیدن که نه، دقیقا همون چیزی بوده که هست، یعنی توصیف کرده، یعنی دقیقا درست بوده. یعنی زنه کل عمرش چی ندیده بوده و دقیقا تو اون لحظه نه تنها دیده، همه هم توصیف کرده، همه چی هم لو داده. یعنی دوربین مدار بسته بوده طرف. ولی نگاه علمیش چی میگه مغز وقتی اکسیژن کم میاره دچار اختلال میشه و یه ماده به اسم DMT ترشح میکنه که واسه توهم‌های عجیب و یه آرامش خیلی عجیب غریبی میشه. بعضی دانشمندان میگن که بعداً مغز خاطره میسازه تا خلأ اون لحظه پر بشه. یعنی مغز عملاً توی یه لحظه میگه که بهش این دیگه لب مرگه بذار یه داستان فیلم تخیلی براش بسازم که براش خاطره بشه، سرگرم بشه، نمیدونم. این نگاه ماوراییش میگه که خیلی‌ها باور دارن اینا واقعیه، یعنی روح از بدن جدا میشه بعد چند دقیقه وارد دنیای دیگه میشه، که تونل نور یعنی مسیر ورود به جهان بعدی. دیدن عزیزان فوت شدن یعنی راهنمای برگشت با ادامه مسیر بود. کلا یعنی مثلا مرگ یه جور نسخه دمو از کل زندگی تو داره نشون میده. کلا علم میگه کار مغزه، باور ماورایی میگه دنیای بعد. حالا نتیجه شاید یه چیزی حقیقت، یه چیز بین این دوتا باشه. مثلا بازم شاید نتونیم کامل، ما نمیتونیم نظری بدیم. این چیزایی بوده که توصیف کردن و کلا یعنی واقعا خیلی عجیبه. امیدوارم کسی تجربه نکنه، ولی خب خیلی هیجان انگیزه این چیزا برای من. خودم خیلی این چیزا رو دنبال میکنم. و حالا اون داستانی که برای یکی از عزیزان من پیش اومده چی بوده؟ این بوده که این شخص سکته مغزی میکنه و 9 ماه وارد کما میشه. یعنی 9 ماه هیچ چیزی نمیدونست، ندیده. یعنی تو زمان فکر کنم سال 401 یا 400 میشده، 4 سال پیش، 3 سال پیش، زمان اعتراضات. هنوز اعتراضات پیش نیامده. این آدم 9 ماه به هوش نیامده بوده. یه خانومی هم بود و این که میگه وقتی من به هوش اومدم بغل من یه خانومی هم بوده، یعنی تو اون کمایی که من بودم یه خانومم بوده اونجا و جفتشون هم بیهوش بودن، جفتشون هم هیچ مغزشون هیچ عمل کردی نداشته، صفر بودن. نکته جالب اینه که وقتی داشت برای من تعریف میگم من اون خانومو میشناسم، یعنی اسمشو دقیق گفت،
اینکه با هم چیا میگفتن هم گفته، یعنی میگم ما انگار روحامون، انگار ما میشناسیم هم دیگه رو. میگم 9 ماه من با این مدام زندگی میکردم و میگفتش که وقتی و الان داره کتابشو مینویسه، تو چند وقت دیگه هم کتابش میاد، حتما بهتون میگم هر وقت کتابش اومد که حتما بریم بخونید و تجربیاتشو بشنوید. میگفتش که من وقتی میگفت وارد یه محیط پرنوری شدم، همون بهشتی که همه میگن، و میگفتش که داییش اونجا بوده، مادرش اونجا بوده، اینا همه فوت شدن، پدرش اونجا بوده، یکی از خواهراش اونجا بودن و میگفتش که من با همه اینا ارتباط داشتم، میشستیم با هم غذا میخوردیم. من فکر کردم داره الکی میگه، یعنی چیز میگیری و صرفا داره میشنوی این چیزا رو، هیچ وقت چیزی نداری براش که بخوای، اونم نمیتونه ثابت کنه که چیزی، ولی تجربهش کرده و داره میگه. میگفت خیلی ما با هم ارتباط خوبی داشتیم فلان و اینا، و اینکه اون کسی هم که حتی بغلش بوده تو کما، این کاملا هم دیگه رو میشناختن. یعنی وقتی این بهوش اومده اون هنوز ولی تو کما بوده، اون هنوز هیچ بهوش نیومده بوده، فعالیت مغزی صفر، کلا اصلا یه دنیای دیگه بوده دیگه. و میگفت زمان اعتراضات بود، میگفت من همه میگفتن که تا من نمیگم کیه فلان چی شده، چه اتفاقی افتاده، اصلا خیلی عجیب بوده براش که هم بعد میان براش میگن که آره اینجوری شده، تو این 9 ماه تو الان نبودی، خواب بودی و این اتفاقات افتاده، این اتفاقات افتاده، این اتفاقات افتاده، و اصلا نمیتونست هندل کنه به یک مثلا واقعا مثلا، چون اصلا همه چیز یهو تغییر کرده بوده، قیمتا بگیر تا اتفاقاتی که افتاده کلا واسش عجیب بوده. ولی کلا یه آدم خیلی جالبیه برام که تعریف میکنه، مثلا میگم که واو، واقعا این تجربه برام، من میگم حداقل شنیدنش خیلی جالبه برام. شما هم نظرتون رو بگین دیگه، ببینین که نظرتون کلا راجع به این چیزا چیه، واقعی ان یا ساخته ذهنن، نمیدونم. من خودم میگم که شاید یه چیز بین این دوتا باشه، یعنی آدم تو چیزی رو تجربه نکنه نمیتونه صرفا نظرش رو بگه کامل. خلاصه دیدیم که این تجربه برای یه سریا یه سفر کوتاه و یه دنیای دیگه است، یه بریک کوتاه انگار، کلا وارد یه دنیای دیگه میشن و اینکه تجربه هاشون میشن خیلی عجیبه و زیاد هم نیستن این آدم ها حقیقتا، ولی شاید هم یه ترحم مغزی باشه، ما نمیدونیم. ما صرفا فقط میتونیم گوش بدیم و چیزی تجربه نکردیم و فقط گوش بدیم و ببینیم که چی بوده واقعا، قضیه چه قراری بوده. ولی هر چی که هست یادمون میده که زندگی خیلی کوتاهه، پس بیایم از لحظه ها لذت ببریم و به چیزی فکر نکنیم و کسی ناراحت نباشیم، خیلی چیل زندگیمون رو بکنیم. زیادم این دنیا ارزش اعصاب خوردی رو نداره با آدماش. ممنونم که تا اینجا همراهی کردین منو، امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه. اپیزود بعدی هم تو راهه، حتما منتظر باشین، قرار مهمونم داشته باشین و اینکه نظراتون هم حتما تو کامنت ها بنویسین ببینم که براتون جذاب بوده یا نه، و لایک، سابسکرایب، زنگوله رو هم حتما بزنین اولین دفعه باشه ویدیو رو میبینین، و اینکه اسکیپ زونی بمونین تا قسمت بعد. فعلا.